و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قبورین یعنی اگر هدف نمی باشه که از قبرها مدد میخواد، یعنی صاحب قبر اولیاء الله گفته از او راجت روا و مشکل کشا میدانه یا میگه دعای ما را به الله پیش میکنه، این شرک است. این اهل سنت نیست، بلکه این حتی مسلمان گفته نمیشه. صوفیای غلات یعنی صوفیای زیاده رو و افراطی که پیر خدا ناجات روا میگن و مطلقا از پیر اطاعت میکنن، بدعت ها میکنن، اینا هم در اهل سنت نیستن، یا اهل بدعت هستن. دیگه اینها چرا منع نمیشن؟ مسلمان های واقعی موحدین کتاب قرآن سنت است، فعلا دارای قوت نیستن، نیرو ندارن، حکومت ندارن. این مردمایی که اهل بدعت یا فعلا یا قدرت دارن و دیگه دنیای کفر از یا حمایت میکنه از همین قبورین، کسایی که قبر پرست است و کسایی که انسان پرست دارن از یا حمایت میکنه. فعلا یا سر قدرت است. مسلمان ها باید بیدار شون، اینا را بشناسن، این دین صحیح یاد بگیرن، متحد شون و بر ایجاد یک قوت و نیرو و حکومت تلاش کنن که الله متعال قوت قوی را به مسلمانان نصیب کنه تا که اینا را مانع شود. تا قوت نباشه یا مانع شده نمیتونه کسی، یا فعلا سر قوت هستن، سر قدرت هستن، خود از اینا قدرت دارن. ما شما میتونیم اعمال از اینا را فعلا کسایی که زور به دست نمیتونه با زبان تقبیه کنیم، مردم آگاهی برسانیم، مردم را بفهمانیم، عقاید صحیح را برسانیم. سر مردم کار با کار است دوست عزیز. بسیار مردم ما و شما مسلمان های فعلی جاهل هستند. با لهجه نرم، با آسانی و با اخلاق و با عفت کلام اینا را کار بکنیم سرشان که اینا فکرن و عقیدتن یعنی قرآن سنت و وحی را قبول کنن و تابع ازی شون، نظام الله را قبول کنن. وقتی که اینا را ما شما سرشان کار کنیم و اینا عقیده درست را بپذیرن، خودشان از صوفیگری و از قبوریت یا توبه میکنن، یعنی اینا بازگشت میکنن. پس کار با کار است. زیاد باید ما شما دعوت بتیم، زیاد کار کنیم، اما با لهجه نرم. همی تندی و تیزی ما و شما بسیار وقت سبب میشه که مردم دعوت قبول نکنن و کار بکنن.